زبیدالله شومادوف سخنگوی شهرداری اصفهان خبر داد که شب 22 دکامبر تخمینا ساعت‌های 22 شب خانه استقامتی ساکن دهه سامانیان جماعت چارکو داوودوف محمد جان مورد تیرپرانی قرار گرفت. در نتیجه آینه‌های تیره‌زای خانه داوودوف شکسته، تیر تا به جای خواب رسیده و به دیوارهای خانه هم برخورده است. دهه سامانیان در مرز با دهه کوکتاش نویه بادکند قرقیزستان جایگیر شده است. این موضع یکی از داغ‌ترین نقطه‌ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان به شمار می‌رود. داوود محمد جان این دفعه چندم است که از طرف قرقیزها اذیت می‌بینند و به مال و اموالش ضرر می‌رسد. تخمینا 2 هفته پیشتر نیز یکچند مال کلان شاخدار این ساکن دهه سامانیان از جانب قرقیزها ربوده شده بود و تنها بعد دخالت دیگران گاوها برگردانیده شدند. نوشته شومادوف او همچنین یادآور شده است که در مناقشه ماه اپریل سال روان نیز خانه این ساکن سامانیان از طرف ساکنان دهه کوکتاش پاره به کام آتش رفته با کمک مقامات اجراییه از نو بنیاد گردید. این الکی دومین حادثه تیرپرانی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان در روز 22 دکامبر است. قبلا خدمات مرزبانی قرقیزستان خبر داد که مرزبانان تاجیک در کنار راه مقصد ژشتیق به طرف یک ماشین کم است تحت اداره شهروند قرقیزستان تیر انداختند. در رابطه با این قضیه روز 22 دکامبر مذاکرات نمایندگان مقامات مرزبانی دو کشور دایر شده است. جانب تاجیکستان این حادثه را تا حال شرح نداده است، ولی جانب قرقیزستان مرزبانهای تاجیک را گناهکار میکند. یادآور میشویم با گذشت 30 سال از سقوط اتحاد شوروی از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تا کنون تنها کمی بیشتر از 500 کیلومترش تعیین و علامت گذاری شده است. در پایان ماه اپریل سال جاری بر اثر زدوخوردهای مسلحانه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان 55 نفر کشته و حدود 240 زخمی شد. این زدوخوردها خونین‌ترین مناقشه در تاریخ تمام مناقشه‌های آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دانسته می شود.